الله هم گپ نمیزنی؟ یکان گپی میگفتگی نیست. با خانه ما ندار آمدیم. زن و کودکم را چرا ترساندید؟ ما با زن و کودک کار نداریم. کو گپ زن؟ ایکته بغیر از ترساندن زن و کودک باز چه هنر دارد؟ من نمیدانم. بگو پشتیبان شما کیست؟ از پای کی هستید؟ یکان چیز نمیدانم. ایکته را باری اول از تو میشنوم. همین خیلی؟ خب گپ نزدنت به من پسند آمد. آدمی باوریناک بودی، لیکن من هم متخصص ساحه خودم. سردارم، من باید به خونه روم. اکنون دو وظیفه داری اتینا، هم روزنامه و هم مرگ ایون را یافتن لازم. هر دوشون رو میابم، پروا نکنید. سردارم، اگر ملکه موافق نشود دیگر راه ها را نیز باید فکر کنیم. مثال مثلا به درون ایکته آدمی میفرستیم. عجبا مرد وین میدونسته باشد که یگیت فرزند اوست؟ نه به فکرم. اگر میدانست بر وقت میافت. یگیت هم ایکتی را دشمن خود میداند. آدم هایی که خانه او در آمدن از ایکتی میدانند. هرچی لازم باشد اجرا کن. در این موضوع به تو باوری دارم. حاضر باید که من روم. مهمان ها انتظارند. فهما سردار. میدانی چی؟ هرگز خیال نمی کردم که این دایره آتش روز ما را احاطه می کند. قمار بازی میکنی؟ پوکر 21. رولت. با من حتما بازی میکنی. و بینای جناب آمده عکس ها میگیری. همین خیلی نه؟ از یک طرف این هم قمار است. قمار حیات. با خانه کی در آمده باشد ما نمیدانیم. زن و فرزندت را دیگران ترساندن، نه ما. حاضر به تو قاعده بازی رولت یگیت را میفهمانم. در تپانچه همگی یک تیر است. برای گپ زدن 5 امکان داری. البته اگر بختت خندد سر میکنیم. گپ میزنی یا که دوام میدهیم؟ من با تو دیگر گپ ندارم. حس میکنم که تو به من دروغ میگویی. برای دور دوم تیاری؟ دوستان ترک فکر ناآرام کردن وضعیت را ندارند. با فکرم سخن از مجلس بیرون است. البته من خودم را هنگام آمدن به استانبول از ارمنی های دوست حساب نمی کنم. آقای ارد، این آدم را دیروز در تلویزیون سخت ترساندم. زوین انسرجیان با سرطهای یافتش هستی دیاسپوری ارمنی را در خطر ماند. دعوای قتل عام را به میان گذاشت. در این مورد شما هم جواب میدهید. رفیقان، فراموش میکنید که ما همه در یک باطلاقیم و در یک دیگ میجوشیم. حاضر از جانب ما چی میخواهید؟
این آدم را کشیم؟ این کار مثل پیشین آسان حل نمی شود. قبلا روزنامه‌نگاری را کشتیم. امنیتی پروکراتور قریب فاش میکرد. دیگر فریب نمیخورند. فهمیده گیرید. همان سند را میخواهیم. به قریبی کمیسیون تاریخ شناسی میآیند. بحث قتل عام را باطل میکنند. زیوان هم اعضای این کمیسی است. حتی برای این کار قتل عام این سند را پیشکش میکند. حتی در پیش جهانیان. اما ما این را اجازت نمیدیم. این سند در کجاست؟ در یکی از وزارت‌ها در خزینه مخصوص نگاه می‌دارند. تنها کارمندان والا و زوین آنجا می‌درآیند. سند نباید به کمیسیه رسد. فهمیدم. ما میبینیم که برای شما چی کاری کرده میتوانیم. شما هم مانده شده. دوست ها را به میمونخانه ببرید. وقتی زیاد نداریم. چقدر زود شد همانقدر خوب است. با اجازت شما. خرسند کردید. خیر نباشد. هفتگانه را جمع کنید. اطاعت سردار. امتیازات کم می شود. 4 حق دیگر داری. به من بگو که ایکته کیست و به چی کار مشغول است. من هم مینه سرت را پاش نمی دهم. اگر دانم هم نمیگویم. تو بسیار صادق بوده ای. لیکن مینه سرت پاش خورد حیف می شوی. می فهمی؟ سه دیگر ماند. هیجان من می افزاید. من هم در اندیشه آینده هم. دوی دیگر ماند. برای گپ زدن حالا هم امتیاز داره. خب فکر کن. سخنی آخرینت. با سرم بار اول سلاح نمیمانند. بله، وقتی برایم جدا شده تمام شد. حاضر یا گپ میزنی یا دنیای فانی را الوداع میگویی. الوداع حیات فانی. کاش که با تو در یک صف می بودم. مردان اصیل را احترام دارم، لیکن ما هم قول داده ایم. ما قول خود را خلاف نمی کنیم. تا اینجا کارمان هوا و بازی بود. حاضر من زیر میکنم، آهنگ میافتد، سوزن تپانچه بارود را میسوزاند، تیر با آوازی زده میبراید، مینت را به دیوار پاش میدهد.
آخرین بار میپرسم گپ میزنی یا نه؟ پارانو خیر. تو حیف میشوی. هی باز چه گپ شد؟ من حاضر میآیم. تو یگانجا گم نشو. در حال میآیم. الو؟ الو آقا یگیت رو میخواهم. من یگیتم. بله؟ روزنامه رو میخواهیم وگر نزن کودکت میمیرد. شما کی هستید؟ ایکته. به من گوش کن. آدم شما ثابت یا مابید در دست من است. سردارم یگیت ثابت را داشته است. ثابت را داشته است؟ ثابت برای ما قدری هم ندارد. خواهی کشته پرتو. ما از پی روزنامه ایم. الو؟ الو؟ ما گناه از من گذشت. حاضر یگیت ثابت را پوست میکند. آدمان شما میگویند که ایست! ایست! این دفعه نجات یافته، لیکن البته باز وا میخوریم. یک لحظه غافل مانی. تمام. این آدم در حقیقت کاردان بوده است. در حقیقت این پیکاس از هفتگانه است. بله، بار با دیدارش مشرف شدیم. سابق اخبارات چی؟ این سایه است. نام اساسیش گفتیم از آدمان مخصوص پیکاس است. این مرس است؟ بله. برای ثبت پوسیده ایستاده ایم. در این بین عکس ها عکس اتن هم است؟ این خدای جنگیان است. اتنا نام دارد. یا اینکه مربی باغچه ملیکه. اون زنی که در باغچه کشته شد اون کس اتنا نبود؟ نه، ملیکه تربیه جاسوسی دیده است. مثل روباه زیرک است. از او که شبهه کردید آیلین خانم را بدام افکنده، شما را هم فریب داده است. مقصد اتنا چیست؟ یگیت را بدام خودشان افکندند و موفق هم شدند. یگیت را از پلیسی گرفتند. این دومی تیار کرده اتنا است؟ تو چی فکر کردی؟ یگیت را مخصوص سنجشی روانه کردند و فهمیدند که طرف ضعیفیش حلیمه است. و بعد پراکرور سوها را به سویش تیله دادند. آنها هم خوب میدونستند که سخنی بدی نسبت حلیمه یگیت را دیوانه میکند. با این نقشه از وظیفه دور کرده شد. تنها ماند. معلوم که از پوده دور شده را گرگ میخورد. حیف که ما در غفلت ماندیم. دوستمان را به گرگ ها دادیم. بدی کار هم بخبر بودن یگیت از این نقشه های آنهاست.
خوش آمدی جانم. خوش باشه. گرسنه‌ای؟ یگان چیز تیار کنم؟ نه گرسنه نیستم. یکی از محافظان نیست؟ فاتح رو با باغچه برد، حاضر می آید. غمگین می نمایی. در مسئله پدرت یگان چیزی افتی؟ نه به نتیجه پیشروی نیست. یک چیز پرسیدن میخواهم اما نمیخواهم که غمگینت کنم. مرحمت پرسیدن گیر. نخواد آدم فرزند خودش رو به یک مایزده دهد هیچ اقلام نمیگیرد. یعنی تو رو، فرزند خودش رو. من هم همین را فهمیدنی هستم. تا او را نیابم این معما میماند. لابای زنک. نجیب ما با کودکو برای خرید می رویم. الپرین دونر می خواهم می گوید. کار نداشته باشی بیا همراه رویم. کمی کار دارم. بر وقت تمام شود زنگ میزنم. اشتیاقتان به شما. آخر چرا یگیت؟ چرا ممدونه و یا دیگر نفر نه؟ در این حکمت باید باشد. نجیب سردار یگیت رو چقدر میشناسی؟ خوب میشناسم. مثلا پدرش رو میشناسی؟ خودش میگفت که یک مایزده است. او همین قدر میدانست یک روز از خواب میخیزی که همه چیزی میدانسته که دروغ بوده است. حیات چیزی عجیب است. تو چه گفتنی هستی؟ روی راست بگو. پدری اساسی یگیت مردیوین است، یعنی نویسنده همون روزنامه. البته که این رو او نمیداند. پس تو از کجا میدانی؟ اجازه دهید من بگویم. عملیات یگیت رومان سر کرده بودم. ملکه را نزد یگیت کی فرستاد؟ گفته که مردیوین را کشتند. پس میدانی که کی او را کشته است؟ دو نفری نزدیک بودش. آدم دست راستش پیسگار و شاگردش پیکس. پس حالات را ما چون خلاصه میکنیم. این دو نفر با قواهای اجنبی و شبکه های مخصوص مصلحت کردند. مرد ایون با آنها کاری نداشت. او برای جنگ بر مقابل چنین آدم ها سازمان را تشکیل کرد و از طرف دوستانش که با خارجیان زبانی کرده بودند کشته شد. همینطور نیست؟ عیناً همینطور. آنچه که به سر پدری یگیت آمده است به سر بابایش هم آمده بود. تشکیل کننده سازمان تشکیلات مخصوص بابا یگیت می باشد. خدایا خداوندا، حاضر تو مطمئنی که درباره یگیت ما صحبت داری؟ باور نکنی کفت و کاپ کن. نجیب این قصه 100 ساله. امروز یگیت در نقش اساسی. یعنی اینها خیلی پیش تشکیلات مخصوص رو به دست گرفتند؟ بله. ممکن به شما عجیب نماید. در آغاز ترقیات اتحاد حزب وطن دوستانه به سبزی اینها وارد شدند و با کارشان دولت بزرگ را محو کردند. بس نبود که تا امروز به همان ترقی پنهانی به همه شاخه ها وارد شدند. با چی راهی که نباشد به همه جا وارد شدند. حالا همه جا در دست آنها. در وقت بحران آسایش هم در همه جا باشند. پس تو در اینجا چیکار داری؟ مثل بیگناه گپ میزنی. از بیرون نفری شنوت فکر میکند که ذره گناه نداری. جنگ نکنید آقای دادستان. از باباسه از صاحب شیعه میکشد. تشکری زیاد. هیچ گپ نه ملکه خانم. کنی بیا جانکم، پدرت اومده است. بیا ببینید پدرش کی اومد. شربچه من اوپا شربچه من پهلوان من گریه نکن شیرینک جانکم، من گریه نکن. بچه هم رو یاد کردم. خیلی خوشبخت است که تو بر این پدر دارد. انشاءالله چنین است. من برای فاتح یگون چیز تیار کنم. گریه نکن فاتح که من، زیبا که من. گریه نکن، گریه نکن جانم. پدرم باری هم مرا در بغلش نوازش نکرده است. یک بار هم سرم را سیله نکرده است. لیکن تو باید گذشته مرا تکرار نکنی.
بچه‌ام آمدی پدرت است از اینجا برو. مایلش باشه من حاضر میروم. خیز از اینجا احمق. خیز گفتم. احمق به من گپ نگردم. در خانه بغیر از همین دیگر چیز نیست. گپ نگردم گفتم. تو رو میکشم. من قاتل میکنی تو. قاتل. آخر تو رو تیکه میکنم. تیکه فهمیدی؟ تیکه میکنم. آخر ما با تو چی کردیم؟ تو رو میکشم. گپ نگردم تو رو میکشم فهمیدی؟ گپ نزن. زبانت رو میبرم. گپ نزن احمق. تو رو میکشم فهمیدی؟ ای احمق. تو رو هم میکشم. بیا گفتم احمق نگوریز. یگید باشم چی شد اما که نازی مرا خلاص تو نشان میدم. نترس از این کودک مایده چی میخوای عیب نیست مگر ها؟ تو خودت کیستی؟ کاردار نشم کنی این رو به من ده مگر میزیبت به این کار شد بچم شد نترس همش گذشت اما که نازی وای مادرم رو بکشد یاری ده نترس هیچ چیز نمیشه خوراک فاتحه رو دادم. تشکر. خوب هستی؟ خوبم. به چشمم چنگ در آمد. چرا گریه کردی؟ بی‌نماز. مرد بی‌نماز. هر شب مادرم را میزد. بیچاره چقدر خدمت میکرد. فایده ای نداشت. تو رو هم میزد؟ بسیار. با تسمه به پشتم میزد. به یک جای تنگ مرا محکم میکرد. در تاریکی در اطرافم موشها دو و تاز میکردند. اینقدر عذاب کشیدنت رو نمیدانستم. گذشت. همش گذشت. اون آدم حال هم زنده است؟ مرد. در محله همه که نازیم بودند و من کمک کردند و خوب و گنده پالیز شدم. گوش کن. شاید اما که نازیم پدری اصلیت رو شناسد. یکم بار نزدش نرفته ای؟ چند سال شد که نزدشان نرفتم. اگر خواهی رفته با اما که نازیم صحبت میکنیم. چی گفتی؟ میشود. میرویم. رفتیم. سردارم در این بینا بودن ثابت رو از کجا دانستید؟ وقتی که یکی ثابت رو برد یک دوستمون خبر داد. خدا مدد کرده است. با آسانی خلاص شدید. تشکر. اگر سردارم نمی آمد قریب بود که مرا میکشت. کنی قراخان تو گرزن عرد کیرگریان برای چی آمده است؟ یکان چی فهمیده توانستی؟ معلوم است که برای بین ما و ارمن ها تبر زدن آمده است. سردار تاریخ به ما فرصت غنیمتی را تقدیم داده است تا ما این دشمنی را از بین بریم. گوش کن ثابت، حالا ترکیه را شخصانی داره میکنن که فرصت و جسارت دارن. دیگر ما به خلقمان دولت نظامی را قبول نداریم و لباس آریتی را هم نمیپوشیم. بله نباید پوشیم. دولتی باید شد که از جهت اقتصادی پر اقتدار تبدیل دادن کشور به منطقه دموکراتی راه است به سوی هدف. کشور دیگر وقتی ندارد که برای جنگ صرف نماید. دیگر با سوی قصدها و عملیاتها مردم را فریب نمی کنند. همه نقشه و عملیاتهای ارگن کندو را برباد می دهیم. در منطقه راهبر صلح می شویم اگر نخواهند. و ترکیه یکی
از کشورهای نقش اساسی داشته می شود. به فتنه‌جویان میگویم که این نه لایحه شرق میانه است و نه برگشت به عثمانی ها. اکنون با امریکا، روسیه و با اسرائیل میگویم که کار کردنی باشید. از این پس از ما میپرسید. طالع در طرف ماست. شکری بی پایان شکر. این خیلی زمان در 500 و حتی 1000 سال یک بار می آید. سردار، هر امری که شما میدهید ما آماده ایم. در مسئله اراد به امنیت رساندید؟ نه هنوز. بچه ها جایش را معاین کنند، من هم میروم. آقای ثابت، جای نجیب سردار را فهمیدیم. با شما جواب. اطاعت سردار. انا همینجا محله که من کلان شدم. این بنا خیلی کهنه بود. در پایان میدان بازی ما بود. اکنون از آن چیزی باقی نمانده است. دنیا دیگر شده ایستاده است و مثل ما یک. بله. بیا رفتیم. اپا استاد ناظم در خانه؟ نه دادرم، آنها 2 سال پیش به محله بالا کوچیدند. تشکر به شما اپا جان. خیرت که به جای دور نکوچیدن. سلامت باشید اپا جان. تشکر باشید. بیا بچم، کی را میپرسید؟ خاله خضر، شما مرا نشناختید. درست‌تر ببینید. یگید، خدا خیرت دهد. در کجاها میگردی؟ خاله خضر، چه حال دارید؟ آمکه نازی آمدن. شما دیدید در کجا میگردی؟ مرحبا، بخونه در سلامت باشید. خوب شد که آمدی. خیلی شد که یک جای خوراک نخورده ایم. چیکار کنیم زنه؟ کار بسیار. لبای چی میخوای؟ بچه ها؟ با من کباب اسکندری بیاره. من یک تنور کباب عادی میخواهم. من هم تنور کباب میخوام. نجیب تو چی؟ نجیب؟ یک شوربا اگر ممکن باشه. فرما جناب. یکان گپ شد؟ نه، چی هم میشد؟ من یک رفته دستم رو بشویم. این چه تصادفی خوبه؟ با فکرم اگر اینجا صحبت کنیم باکه ندارد. اطراف همه پر از ویروس. ترجیح خوبی کرده ای. درباره چی گپ میزنیم؟ آراد کرکاریان. که بوده است این آدم؟ ویروسی که از زکام خوب بدتر است. ببین، این روز اولی مکتب رفتنت. در کودکی خیلی شیرین روی بوده. دخترم، عذاب اینها رو من هم کشیدم. به اینو بچم کسی صرفم نمیرفت. چون سر حرکت بودند که هیچ موندن گیر. به خدا راست میگم که نازم. در جایی که آن مرض بود ما اونجا بودیم. در حق من پدروار خدمت کردم که نازی. من آن رو هیچگاه فراموش نمیکنم. خیل نگو بچم. تو هم فرزندی ما هستی. کاش که پدر از زنده میبود تو را چنین میدید. بخیر است بچم چی شد؟ با همه که نازیم بگوی آخر. چرا میگوید؟ یا یگون کاری بد شد؟ یکی میخواد به شما چیزی بگوید. مرحمت کند دخترم. اما که نازم، من فهمیدم که آن میزده پدری من نبوده است. پدر یکی دیگر کس بوده است. برای من هم سال هاست که درد سر بود. گفتم که بگویم اما زبانم نگشت. استغفرالله. اما که نازم، این خیل نگوید. آن مرد روز چنان نوشیده بود که ناخواست از دهانش برآمد. نفر با نام حسن تو را
به این کس داده است و گفته است که کودک رو نگاه کنی با تو این مبلغ رو میدیم. با چمون کس پیشتر چنین مستی نمی کردن، پول را دیده دیگر شد، به عرق و قیمور سر کرد. چی بدی ها به تو و مادرت نکرد؟ اما که ناظم، من پدرم را چطور میابم؟ دانت هم تنها همان حسن میداند و خلاص. اون حسن در کجا باشد؟ پس این کیرکاریان بابا برای چی به ترکیه آمده است؟ این آدم دویمی دیاسپورای ارمنی ها می باشد. با ارگن کاندو واخورد. از پای کاری است. مثال؟ هنوز نمیدانم. وقتی که واخورده بودیم فهمیدم که با اجنبی ها رابطه دارد. نگاه مکن که آنها وطن دوست و خدمتگارند. این آدم را میشناسی؟ نه. تو چی؟ نامش یگید سابق سرکمیسر. همین خیلی. دیگر چی میدونی؟ حاضر با پیکس کار میکند. یعنی با ارگن کاندو. حکمتش چی باشد که او را خیلی احترام میکنند؟ عجبا چرا؟ آن طرفش را نمیدانم. پلیس این کشور شمایید. من که پلیس هم. تو کی هستی؟ من خدمتگار شمایم. حسن پس از مرگ آن میزده یک دو مراتب آمده بود. ناراحت بود. بعدا خبر آمد که در بیمارخانه روحی و یا بیپرستاران است. در تو سراغش بود کو؟ بود لیکن نیافته استادم. در کجای مونده باشم نمیدونم. اما که ناظم شما را زحمت دادیم. مرحمت این کارت من. لبی یگید عملیات زبین انسرجیان سر می شود. زود به جای کار بیا. فهمیدم می آیم. به کجا می روید؟ خوراک تیار می شود. انشاءالله باز می آییم. من باید روم اما که ناظم. مایلش انتظار میشم. خوش آمدید. می آیم انشاءالله می آیم. خاله شایدم تا باز دید. باز بیا بچم، این خیلی نمی شود. میلش خوش باشید. انشاءالله می آیم. خیر خدا یارتان. کجا شدی نجیب؟ شوربا خنک شد. آنا آمدم زنک. دادا کباب بامزه بود. با اشتهایی توم؟ خوراک در حقیقت بولازات بوده است. مندو بچه ها را جمع کن مجلس میکنیم. کمی درتر در شوبه میشود. اف دادا باز همین کار. چی کنم دخترم؟ این بیادب ها آرام نمیگذارند. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. ما باید این آدم را نیست کنیم. تنها همین کس سند را با ما میارد. چه نقشه است؟ سایه زن و کودکش را از خانهش میبرد. مرد هر روز به کتابخانه میرود. تا هم مرد را از کتابخانه گرفته میاری. و بعد معلوم خودش خانواده‌اش را دوست دارد. سند را با ما میارد. همه‌اش همین. به کسی چیزی نمیشود. کار تازه بوده است. زود همه عملیات را سر کند. خوب بچه ها، دیاسپورای ارمنی ها به ترکیه آمده است. فراموش نکنید که قبلا روزنامه‌نگاری را به قتل رسانیدند. شاید این قتل را به سر ما بار کنند. البته که از ما میبینند و در نهایت کار را ترک کرده است. اسلوب کارشان همین. تاجر را جانبداران چپ میکشد، پروفسور را باشد شریعت داران،
ғайримусулмонро бошад миллатгаро. сардорам рӯйхати супоришшударо тайёр кардам бо иҷозати шумо. як ҷое мебинем. шаҳрвандоне ки арманӣ ҳастанд ва эътибор доранд дар байнашон ҳама ҳаст. рӯзноманигор, тоҷир, профессор. як лаҳза мемдӯ. ту ин одамро мешиносӣ? завен энсерҷиам таърихшинос рӯзи гузашта дар телевизион бо миник кая баҳс карда буд. мемдӯ ту бо ин кас мешавӣ? итоат сардорам. дар дастамон далел надорем. аз ин рӯ корро махфӣ мекунем. бо диққат бошед. касе худро маълум накунад ки таъқибаш дорем. фаҳмо? фаҳмо сардорам. пас ҳам аз паи кор. боз ба китобхона меравӣ? бояд корҳоямро анҷом диҳам. хайр дада. то дидан. то дидан. ин менду ҳаст. маълум ки полис аз паяш аст. йигит завен аз хона баромад. дӯсти ту ҳам дунболаш аст. бо диққат бош. хеле хуб. бо ин баҳона дӯстамро ҳам мебинам. ман ба хона медароям. рафтем. писарам дарсатро тайёр кун. майла шуча. дару бачам. лабай рӯзатон бахайр бошад. ман аз ширкати суғуртавии пикас. оё шумо суғурта доред? ташаккур, лозим намедонем. ин хел нагӯед. боз ягон балон наояд. ногоҳ касе омада туро бо писарат надузданд. ҷаноб, шумо чиҳо гуфта истодаед? дарун даро. шумо кисе? сар диҳед мегӯям. инро гир. майлаш хомӯш бош. хомӯш. хомӯш гуфтам. шумо кисе чӣ мехоҳед? чӣ намефаҳмӣ? хомӯш. ален ҳозир. кӯдакро гиред. ален гурез. ален гурез мегӯям. азон мегӯям. майдаяк. ален. майдаяк. кани зудтар баро. ален гурез. сар диҳед. отро гир намефаҳмӣ. майдак. чӣ мехоҳед? куҷо шудӣ? гурез. ба писарам нарасед. ин инҷо. ален. майдак. бачам, ален. ален. бачам. ин кӯдак куҷо шуда? ой 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 ин корат хуб не. кани инҷо шин. кӯдак куҷо шуд? дӯфшам. асмат, чӣ мехоҳӣ? ҳама ҷоро дидам, касе нест. ҳамомро дидӣ? не. ту инҷо бош. ален. ёрӣ диҳед. ёрӣ диҳед. худоё тавба. хуб ҳастӣ? шуд шуд.
سر دهید هیچ گپ نی سر دهید مایداش مرو هیچ گپ نی سر دهید مرو میگویم ایست آرام شو بچه نقص شو سر مایداش دهید هیچ گپ نی با کجا میبرید مرو سر دهید میگویم چی میخواید از ما سر دهید مرو سری چپ را گذار آرام شو کارم رو نبیار بچم سرده بچم را حیوانی احمق به بچم چی کار داری؟ سایه چی کار کردی؟ زن و کودک رو گرفتیم خیلی خوب در انبار میبینیم دیگه نشان ده نوبتی تو دوستم در اجرای وظیفه است. میمده رو چخیل فریب کنم. استاد چه حال دارید؟ تشکر زیاد. استاد لبای؟ اینجا مردی شبهناکی است. نگاه کنید. چی شد از با این آدم؟ اهمیت دادم که فقط شما را تعقیب میکند. راست میگویی؟ من دیدم استاد وی سلاح هم دارد. سلاح؟ چشمش دایم مسوی شماست. باز یکان نیتی بد نداشته باشد استاد. پیش هم به من تهدید کرده بودن. نخواهد. استاد بهترش شما را از اینجا میبراریم. چگل میبراری؟ من کمکتان میکنم. با من بیایید. مرحبا دوستان. راه گردید دوستان. با عقیبتان نگاه نکنید. دویدیم استاد میدویم. این آدم را کجا میبرید؟ او سلاح دارد. هر دویتان نیستید. استاد چی شد به شما؟ پایم لط خورد. میبخشید. پیشتان رو نگاه کنید. میبخشید. زودتر استاد. این ماشین از کجا پیدا شد؟ ایست پلیس! دقت همه گروه ها سبکروی سیاه مرا به کجا میبرید؟ شما کی هستید؟ نترس. تو را به نزد زن و فرزندت میبریم. چه؟ هرچی که شنیدی. پس مرا کی تعقیب میکرد؟ پلیس. یعنی آدمی خوب. تو ضرور آید من آدمی بد هم میشوم. فهمیده؟
اینها کجا گم شدند؟ کجا شدند؟ خدایا نیستند، آخر نیستند. در پیش چشممون گم کردیم. این دوستی ما نمی نماید انیق که دیوانه شده است. ما را گم کرد. از من چی میخواهید؟ شما ما را به کجا میبرید؟ استاد کمی صبر کنید، کمی دیگر صبر کنید، همش را میفهمید. آزین من با تو چی گفتم؟ چی گفتم ها؟ ایسه دلتیموس، ایسه دلتیموس، آخی رحم کنید. تو از من چی میخواهی؟ چی میخواهی؟ بیاید و نشان دهد، حالا در راه است. بخیر است سرکمیسر، چی گپ شد؟ ارسنجیان رو دزدیدند. هدف همان بوده است. نخواد. رقم ماشین هم ساخته برآمده است. دایما یک کار. من به سردارم چی میگویم؟ او در کجاست؟ من دارم اینجا. مندو چی گپ شد؟ سردارم آدم رو از پیش چشممون دزدیدند. خیز از جاد مندو، خیز! حالا وقت شوخی نیست. چند مراتب گفتم که هوشیار باشید. اینها خطرناکند، اینها زیرکند و ما باید از آنها زیرکتر شویم، تسلیم نشویم. و یک چاه دو بار نمیافتند. عقلمان را باید کار فرماییم. تمام. یک جای شویم و باز با یک کوشش دیگر باید کار را انجام دهیم. بیایید. زفیر باشه جان، اومد. تو خوب هستی؟ دادا خوب هستی باشه جان؟ دادا ما رو از اینجا خلاص من کنه. تو رو خلاصت میکنم باشه جانی من. نترس، من تو رو خلاص میکنم. من تو رو حتما خلاص میکنم. بس کن هرزه را. یکی چیکار میکنی؟ کودک را به حالش گذار. به این هم سخت ترسیده است. ماری حالت خوب است؟ خوبم اما سخت ترسیدم. الا پیکس نترس، من تو رو از اینجا خلاص میکنم. آنها در همین جا همه‌اش خوب. لیکن پایش معیوب شده است. مایلش تا دیدم. خوش آمدید. تو را دوباره دیدن چی سعادتی است. چی خبر شیر بچه؟ بسیار خوب. خوش آمدید. مرحبا. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نون تو شکستگی. مردم چی میگویند؟ همش نقص میشن. خوشنود جا ایش چیز. تو؟ معلوم می شود که فرمایشگری این کار تو هستی. داماد روگی خیانت کار. من با کسی خیانت نکردم. شما از حساب قتل عام سال هاست که فایده به دست آوردید. نه ارمنستان و نه ترکیه فایده به دست نه آورده است. یگانه کاری کرده اتون دشمنی است. دادا جون
یگید اینجا بیا کمی گپ زنیم به این طرف. چه گپ؟ شطرنج بازی میکنی؟ این چه دخل دارد؟ در شطرنج بعضی اسلوب‌ها هست. دقت این نفر را به سوی دیگر پریشان میکنی. با او دام میدهی، مثال افسر، مثال اسب، فداکاری میکنی. چرا؟ برای گرفتن وزیر. منظره دیدت همین است. برای پیشرفت ترکیه بعضا فداکاری در کار است. این سند نباید فاش شود. 5 سال پس با دیگر سند استفاده برده می شود. این زمینی ارمن می خواهد سند را بر وقت برباد دهد. هدفش بربادی است و خلاص. و بازی آنها نمی داریم. میلش چی که لازم باشد میکنیم. می توانی شرح و ایضاح ندهی؟ میدانم. امروز پگاه با جای من تو میشینی، فهمیدی؟ تو باید اینها را دانی. لیکن پای مرد سخت معیوب شده است. قدم مانده نمیتواند. سند را چخل میگیریم؟ پلیس هم میداند که ما مرد را دزدیدیم. این کاری خوب نیه. من میدرایم. چی؟ تو خودت میدانی که چقدر مویزت میکنی. این غیر امکان است. غیر امکان. اما کمی وقت لازم است. در اصل سایه حق است. هزینه وزارت جدی محافظت می شود. یکون نقشه داری؟ آن طرفش کار من. لیکن من یک شرط دارم. چی بوده است؟ با این مرد و اویلش یکان ضرره نمی رساند. با گناهگار چگونه رفتار میکنم این را خودت نقض میدانی. پروا نکن. کار که تمام شد آزاد میکنیم. با پلیس هم خبر نمیدهیم. او همه خویش تباری در ارمنستان بودش را میداند. کمی ترسید. خوب. پس همش فهمم. وقتی زیادتی نداریم. کار را کی تمام میکنید؟ همین شب. امروزها حساس شده است. مرد سری فرزندش وسیله کرد لای قریب گریه کند. تو حیات اثر گذرانده او را از 10 یکش را ندیده ای. او را احترام بکن. دوستان شما را برای یک جلسه مهم جمع کردم. ببخشید. گپ زن پیکاس. عالم با اویلش در دستی ماست. امشب سند را میگیریم. خیلی خوب. کار را دیده برایت. مرا نزد دوستان شرمنده نکنید. خواطر نشوید سردار، حل میکنیم. امیدواریم. سردارم خبری مهمی هست؟ بله. یک خبری خیلی مهم است. دشمن اشدیمان را مرده میدونستیم اما امروز فهمیدیم که زنده بوده است. نام دشمن چی بوده است؟ مردوین. او زنده است.
دعوا و روزنامه همه کار ما را به عاقب زد. مرد وین همه اسرار را میداند، همه قدم زنی هایمان را تخمین میکند. دانسته مانید که برای مانعی نقشهمان هرچی از دستش آید میکند. سردارم شما از این مطمئنید؟ البته مطمئنم. شبهه ندارم که ایکته را او نساخته باشد. این پیشروی بزرگ است. به این خاطر همه‌مان باید به دقت باشیم. کار مرد ایون نفره را به گروه ما شامل کردن است. اگر دانم که بینمان خائنی هست، سرش را با دست خودم جدا میکنم. گفته های من همین قدر است. میتوانید برایید. یک سال می شود که بچه‌ام را دادم. آوازش هنوز هم در گوشم، بویش در دماغم. نمیدانم که حسن او را به کی داده است. مطمئنم که به یگان عائله خوب داده است و او هم خوشبخت است. پدر در کجایی؟ اکنون پیدا شو آخر. کیست در اینجا؟ کیست؟ تو کی هستی میگویم؟ کی در اینجا؟ حافظ. حالا هم همین جای خرخان چی شده است؟ سردارم مسئله مرد ایوین مرا کمی به اندیشه آورد. یگان چاره نمیبینیم؟ البته میبینیم. سردارم البته یگان فکر کرده اید. اول او را میابم، بعد زیر 7 قبط زمین گور میکنم. نقشه همین. میفهمم سردارم. من نقشه کارکرد را در نظر داشتم. لازم که شد میفهمی. پس با اجازه شما. ثابت مرا گوش کن. پیشروی جدی هست. امشب در جای سردار وا میخوریم. میلش. آواز خان، تو کی هستی؟ از کجایی؟ از کجا آمدی؟ به کجا میروی؟ کنی قصه کن. مرا دانستن چی لازم؟ یک مرد غریبم. تو همه وقت یک معمایی. چنان می نماید که قصه خوبی داری. عائله نداری؟ زن یا فرزند؟ یک پسر داشتم. اگر زنده می بود در سن سال تو میشد. چی شد با او؟ مرد مگر؟ خاموشی. زخم قلبت را تازه کردم. صحت نشده بود این جراحت. روزی 1000 مراتب از فراق میمردم. جدا شدیم. کودک بود. یک نگاه داشت که حالا از پیش چشمم دور نمیشه. با دستان خوردش با انگشتش چنان میداشت که گویا میگفته باشد مرحبا پدر، مرا ترک نکن. نرو پدر. پس چرا ترکش کردی؟ اجابت گویم. اجابت بوده است. چگونه کودک خردسال را از خودت دور کردی؟ گفتم که اجابت بود. آواز خان، من هم بی کس کویم. گوش کن چی میگویم. من به تو پسر میشوم و تو به من پدر. به درد یک دیگر درمان میشویم. چی گفتی؟ و نزدیکان تو چی شده است؟ مادرم وفات کرد. پدرت زنده است؟ نه،
چیکار میکرد وظیفهش؟ مردی مایزاده بود. بیا گپ نمیزنیم. گفته بودی که صاحب این امارت مرد گفتنی آدمی بوده است. کمی درباره او قصه کن. یک سروده بود. مولانا رو دوست داری، زخمم رو مخشوی دوست. همین رو میگفت. جامه بر کتف میپرتافت و در دست قیچی. بیشتر اینجا باغچه گل بود. گل ها میشکفت. در دست قیچی و در زبان سرود. با کسی گپ نمیزد و با خیالات میرفت. حافظ، نامش را چگونه در یاد نداری؟ نه نپرسیدم. او هم نگفت. پس شنیدم که مرده است. نمیدانی چه خیل مرده است؟ طبق گفته ها رفیق نزدیکش با کرد در پشتش زده است. این باز یک قصه دیگر است. ببخش، من حاضر. الو. یگید در کجایی؟ برای عملیات را انتظاریم. شد، حاضر من می آیم. حافظ؟ حافظ؟ باز کجا گم شد؟ آه خدا. گوش میکنم. سردار، قراخان میخواد که هرچی زودتر با شما واخورد. چی شد؟ گفتنی ها دارد خیلی مهم. درباره مرد ایوین بوده است. مایلش با مکان من بیایید. درباره مرد ایوین چی گپ ها؟ این آدم رو تو میشناسی؟ بله، تاریخ شناسی ارمنی انسرجیان. باز؟ او طالب صلح است. یکی از طرفدارانی مناسبت‌های ترکیه و ارمنستان می باشد. فهمو، باز چی؟ باز این آدم مواد خوبی دسترس کرده است. خلاصه تاریخ شناسان راجع به قتل عام بوده است. بله همینطور. انا در همون کمیسیا یک سند پیشکش می کند که همه دعواها رو ساکت می سازد. سند قتل عام دیاسپورا. شما چرا همه اینها رو میپرسید؟ ما هم بعضی چیزها رو میدونیم. یا اینکه باید یگون کار شده است. گوش کن میمدو، اگر چیزی دونی به من بگوی من نریسم التماس. پنهان نکنم و چی کار کنم؟ چی با تو بگویم چی در تلویزیون در پخش زنده بگویم فرقی ندارد. هرچی شده است بگوی من نویسم. ممدو گروه را آماده کن میرویم. چی شد سردارم؟ من فکرم یافتم. فهمو سردارم، رانو رو گسل کرده میایم. گوش کن ممدو، تو نگوی به هیچ کجا نمیروم. مرحمت. کنی رفتیم. زوین کاری بیرون از نقشه رخ داد. پایت معیوب شد. به جای تو سند رو یگید میآورد. البته برای درآمدن کلید و برای خزینه را کشادن رمز لازم است. من یگان رمز نمیدونم. رمز؟ یک بار دیگر فکر کن. شما قاتل هستید. شما آدم نیستید. یا رمز رو میگویی یا فرزندت رو همینجا در پیش چشمت میکشم. یک
шунида будам ки туркҳо дониши амалӣ доранд, аммо чунинашро якум бор шоҳид шудам. дӯстонатро дуо кун. иҷозати зиндагӣ карданро доданд, вагарна ҷасади туро низ меёфтанд ва дар рӯзномаҳо сабт мекарданд. мо тайёрем. рамзро гирифтед? 99199. калид дар кисаи чап. соя мо мебароем. ба шумо барори кор. гӯш кун менду, ба худо наменависам, илтимос бигӯ. нанавиштани ту баробари 8 қисм достон аст. маро наранҷом. беҳтараш гӯй ки ӯро раб будам, ягон кор кардам. ниёзӣ, биё ба инҷо. лабай саркамисар. ин хонумро барои ба маъмур итоат накарданаш ҳабс кун. итоат. ниёзӣ, саркамисар, рутбаи шумо болотар аст. ин шараф зеби шумо дорад. ниёзӣ, ту ҳам итоат намекунӣ? медонӣ ки ҷои маъмурони айбдор дар куҷост? собр кунед. ба фикрам сардорам маро фарёд дорад. туро ҳар кас ки дид аз ғайб ҳар чӣ мешунавад. хайр раъно, ба худо кор бисёр рав. худои тавба. хуб майлаш. агар ягон чиз маълум шуд, аввал ба ман мегӯӣ, ман менависам. ваъда медиҳӣ? ваъда медиҳам. рав. хуб майлаш. чӣ нақша доред? чӣ хел ба дарун медароед? ногаҳон таҷҳизот аз кор мебарояд. мо ҳамчун кормандони техникӣ кӯмак мекунем. санад барои мо хеле муҳим аст. бо диққат бошед. санад имшаб дар дасти ту мешавад. хайр, рафтем. сардорам, чизе дастрас кардем? мемду, ба фикри ту чаро ӯро накуштан дура буданд? маълум ки истифодааш мебаранд. бале, санадро гирифта месӯзонанд. барои ҳамин диаспора зиёрати эркенконду кард. санад дар хазинаи вазорат аст? ман ба оғои зеки яҳё гап мезанам. ягон воқеа нашуда ба хазина рафта санадро мегирем. фаҳмо сардорам. ва қарохон мехоҳад ки ҳарчи зудтар якҷо нишинем. сардорам, писагор имрӯз ҳамаро ба маҷлис даъват кард. мавзӯъ чӣ аст? марди вин зинда аст. ин хабар ҳақиқат надорад. агар ваҳшати писагорро медидӣ, рост ё дурӯғ буданашро мефаҳмидӣ. аз куҷо фаҳмидааст? ҳанӯз намедонам. далели зинда будани марди винро дар ҳастии икате медонад. ё ҳайратзада шуданд ё дом мегузоранд. агар ин хабар рост бошад, хеле хуб. сардор, мумкин ӯро ёбем. шартамонро мегӯем. мумкин ҳамроҳ шавад. сардорам, шумо ягон чӣ намегӯед? сардорам, фаҳмед охир, зинда будани марди винро ҳамчун дом истифода мебаранд ва морро рӯи замин мебароранд. эҳтиёт кунед ба дом нафтед. охир сардорам, гуфтаҳои писагор ягон зарраи нишонаи дурӯғ надошт. шумо масъалаи марди винро фикр накунед. барои хато карданамон овоза паҳн карданд. эҳтиёт бошед. боварам намеояд. он вақт аз шумо иҷрои гуфтаҳои маро хоҳиш мекунад. бо диққат бошед. куҷо шуданд инҳо? боз навбатдорӣ мекунем. ҳозир бояд биёянд. соя, дар ин ҷо чандин нохил аст. кадомашро бурам? як лаҳза ист. сими хокистар рангашро бибур. бале, ҳамонашро. оҳ, чӣ шуд? ҳамаи наворҳо гум шуд. ҳафтаи гузашта санҷида буданд.
худои худовондо тасвире пайдо намешавад. Хизмати техникиро ҷиғ мезанам, омада бинам. наворҳо тамом. ҳозир дар ваҳшат афтодаанд. камтар пас хизматрасонии техникиро занг мезананд. рӯбарӯяшон мо мебароем. садо рафт. телефон доранд. системаи эҳтиётии атмаҷа хизматрасонии техникӣ чӣ мехоҳед? аз хазинаи вазорат телефон дорам. таҷҳизотҳо кор намекунанд. ба таври оҷилӣ хоҳиш мекунам. зуд хизматрасонии техникиро равон мекунам. гурӯҳ дар наздикии шумо аст. фаҳмо. ин тарафаш шуд. акнун навбати ту. ман тайёрам. сардорам иҷозат шуд? با آقای دادستان گپ زدم. لازم شود سند را دیگر جا میگذاریم. اومد. شاماتون بخیر. اینقدر تیز آمدید؟ آخر تعجیلم گفتید؟ حجتهایتان را دیدن ممکن؟ ها البته. مرحمت. شد. چی گپ شد؟ خود به خود تصویرها از آینه ناپدید شدند. فهمیدم. اتاق تجهیزات اداره کننده را دیدن ممکن است؟ من میبرم. بیا رفتیم. بیایید. انا همینجا. وقتی زیاد میگیرد. حالا میبینیم. کدام قطعه‌اش باشد نمیدانیم. از کجا دانم؟ یکی از همینها بودگیست. کلی ببین. تو کمی دم گیر برادر. برا میشنوی؟ بله در درون به خطری حل شد. فهمو. از اتاق برو. به طرفی راست رفتن گیر. و بالا برو. فهمو. نگفتید که خبری اومدن دیاسپورا رو از کی فهمیدید؟ از ثابت. عکس‌ها را هم او نشان داد. معلوم میشود که کته کاری ما رو دشوار میکند. آنها آدمان خوبند، هم عقیده‌های مایند. اکنون بدان که در عکس‌های نشان داده ثابت باز کی بود؟ تخمین کردن دشوار نیست. یگید بود؟ خودش. ممدو کاربست شد. پیکس از یگید چیزی را پنهان دارد. یگیدی که من میشناسم به دام آنها به آسانی نمیافتد. راستیگه من هم از وضعیت نه آنقدر باخبرم. وقت کم مونده است. یگید حقیقت را میفهمد. انشالله. کاش پشیمانی آخر فایده کند. سایه تو مرا میشنوی؟ بله من در بالایم. ایستو در کدام اتاق بودنش را میگویم. انتظارم. در کجا بودید؟ باز نیم ساعت دیر کردید. من آمدم. نیجا کجاست؟ کمتر پیش از خدمترسانی تکنیکی نفری اومد. او را برد. با تلفن صدا کردم نشونید. من رفته بینم دیر شد. بیچاره خانه رود. زودتر باش زودتر. حالا هم نیافتی. زود. در آخری راه رو از راست اتاق دویم. فهمم میدرایم.
نو نو یک نو 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 شد. نجا خوب هستی نجا؟ نفر بدرون در آمده است، نفر بدرون در آمده است. نجا خوب هستی؟ آنها همینجا. همه جا آرام است؟ رفته یک بینیم. خوش نو نو یک نو نو نو. بسیار خوب. این کار از تخمینمان هم آسان‌تر شد. در اینجا چیگاه؟ شما کی هستید؟ من سردار شعبه این برزه بر ضد ترور نجیب یلمز. در وقتش آمدید. نفر در آمده است. جین زند همینش نمی رسید.